سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشید. به یکی دیگه از داستان‌های واقعی کانال لیلی گپ خوش اومدین. امروز هم یه داستان فوق‌العاده عجیب براتون انتخاب کردم از سری داستان‌های دعوای خانوادگی. ولی این داستان یه تفاوتی که داره، یک دفعه‌ای یه قسمتی از داستان ورق برمیگرده و مایی که داریم گوش میکنیم داستان رو غافلگیر میشیم. ازتون میخوام که دقیق داستان رو گوش کنید. نظراتتون رو حتما توی کامنت برام بنویسید، چون برام خیلی جذابه که شما در این رابطه چی فکر میکنید. حالا قبل از اینکه بریم سراغ داستان، وقتی که روی این ویدیو کلیک کردین یعنی داستان‌های واقعی رو دوست دارید. پس اگر اولین باری که کانال منو دارید نگاه میکنید، همین الان کانال رو ساب کنید تا ویدیوهای بعدی که میذارم از دست ندید. یه نکته دیگه که برای خیلیاتون نمایش داده میشه، کنار اون لایکی که هست یه گزینه هست به نام هایپ یا هیجان افزایی کردن. اون رو هم بزنید تا ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. مرسی. بریم سراغ داستان. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از وسط دعوا شروع میشه. دعوای عروس و برادر شوهر بزرگتر با عروس و برادر شوهر کوچکتر. سر چی و چرا الان قشنگ براتون تعریف میکنم. دعوا سر اینه که پدر شوهر مادر شوهر پیری که دارن از مشهد میان تهران برن خونه کدومشون بمونن. اینجوری که از ظاهر قضیه معلومه هر سری که می اومدن خونه پسر بزرگشون و عروس بزرگشون بهشون میرسیده. چند وقت؟ بعضی موقع 2 هفته، بعضی موقع 1 ماه، بعضی موقع ها 2 ماه، چون این دکتر رفتنشون و درمان شدنشون یه پروسه طولانی داشته، اونم برای مدت چندین سال. حالا این سری که اومدن بیان تهران زنگ زدن به عروس کوچیکه که چی؟ ما داریم میایم خونه شما. عروس کوچیکم از اونجایی که خیلی بیرو درواسیه برگشته گفته که آقا جون هوا خیلی گرمه، اینجا هم کولر تو خونه ما خرابه، کار نمیکنه، بیاید اذیت میشید، تو یخچال هم که هیچی نیست، همون برید خونه یلدا راحت ترید، ما هم تا بعد از ظهر داریم برمیگردیم شهرستان، بیایید اینجا تنها میمونید، ما هم میایم قبل از اینکه بریم یه سلام به شما میزنیم. حالا همه‌شون جمع شدن خونه برادر شوهر بزرگتر که اسمش مجید باشه. داستان رو کی داره برامون تعریف میکنه؟ عروس بزرگتر یلدا میگه ما دیدیم که پدر شوهر مادر شوهرم زنگ زدن به مجید که ما داریم میاییم اونجا، در صورتی که قرار بود برن کرج خونه پانیز و یوسف. مجیدم برگشت گفتش که قدمتون سر چشم بیاید. اینا اومدن، این دید که مامان باباش خیلی ناراحتن و از اونورم فهمید که چی شده. بلند شد زنگ زد به داداشش، گفت بلند میشی میای اینجا، دست اون زنه به درد نخورتم میگیری میای تا ببینم چه خبره. چشمتون روز بد نبینه، اینا که اومدن دعوا شد. مجید پرید به پانیز که چی؟ تو کی باشی که بخوای مامان بابای من که دارن میان خونه پسرشون برگردی بگی که ما خونه نیستیم نیاید برید خونه مجید؟ نیستی که نیستی، به درک که نیستی. حالا تو نباشی اتفاقی میفته؟ نه خیر، اتفاقا مامان و بابا خیلی راحت‌تر اونجا میمونن. برای چی برمیگردی به مامان بابای من میگی ما خونه نیستیم پاشید برید خونه مجید؟ پانیزم که دید اوضاع خیلی خرابه خودشو زده بود به موشمردگی و داشت گریه میکرد. میگفتش که من حرفی نزدم که الان شما دارید اینجوری با ما دعوا میکنید. خب ما خونه نیستیم میگه، ما داریم میریم شهرستان، ما بابا میان اونجا تو گرما میمونن هلاک میشن، مگه دروغ گفتم؟ اینو بهتون بگم که پانیز کار همیشهش بود، به هر کی هر چی دلش میخواست میگفت. بعدش هم که میدید اوضاع به هم ریخته همین بساط را مینداخت. ولی این بار دیگه مجید رو چوب پانیز نرفت. برگشت بهش گفتش که من اجازه نمیدم که بخوای با مامان بابای پیر من که مریضن اینجوری رفتار کنی. از اونورم شوهرش میدید که کاری از دستش بر نمیاد، داداشش کوتاه نمیاد، هی میگفت مجید تو رو خدا
پانیز که چیزی نگفته، ولش کن. اینم میگفت نه، این زن تو غلط کرده که هر حرفی میخواد میزنه. به هر کی هر چی خواست گفت، هیچی بهش نگفتیم. ولی دیگه مامان بابای من خط قرمزمن. اصلا ببینم، مگه شما خونه نبودین؟ مگه نمیخواستید برید شهرستان؟ پشید برید. اینجوری شد که با 2 کلمه حرف اینا رو از خونه بیرون کرد. ولی من اون وسط دلم خنک شد. بابا از دست این پدر شوهر مادر شوهر دیگه ذله شده بودم، به اینجام رسیده بود. بس که میرفتن و میومدن و هر چقدر که دلشون میخواست میموندن. به نظر من که پانیز خوبشون کرد. اگر منم از اول اینجوری باشون رفتار کرده بودم، الان راحت بودم. دعوا رو همینجا نگه میداریم دیگه. به نظر من بسته، خیلی پیش نریم. برگردیم بریم خیلی عقب‌تر، ببینیم که اصلاً چی شده و چرا این اتفاقات توی این خانواده افتاده. برمیگردیم به خیلی قبل‌تر. یلدا میگه که پدر شوهرم توی مشهد 2 نمایشگاه بزرگ ماشین داره. وضعش هم خیلی خوبه. از همون اولم پسراشو برد ور دست خودش گذاشت تا هم کار یاد بگیرن، هم محتاج دیگران نباشن. مجید بعد از چند سالی که پیش پدر شوهرم کار میکنه و خودشو میبنده، میاد تهران و با یکی از دوستاش شریک میشه. اینجوری میشه که ما هم از مشهد جمع میکنیم و میایم تهران. اون اولا خیلی برام سخت بود، ولی کم کم جا افتادم. بعد از چند سالم خدا به همون 2 بچه داده بود. دیگه زندگیمون که افتاده بود رو روال و مجید وضعش خیلی خوب شده بود، یک دفعه این وسط همه چی به هم ریخت. چی شد؟ شریک مجید از همون اول با نقشه اومده بود جلو. چرا؟ که بتونه سر مجید و کلاه بذاره و گذاشت. تمام پولای مجید رو جمع کرد و فرار کرد. اصلا نفهمیدیم کجا رفت. از این ور مجید مون با کلی چک و سفته و بدهکاری. حالا برای اینکه نره بیفته زندان، مجبور شدیم که خونه رو بفروشیم. 2 ماشین داشتیم، ماشینا رو هم فروختیم، همه رو دادیم پای بدهی. ته این پولا یه چندر غاز موند که ما تونستیم باهاش تو 2-3 محله پایین تر یه خونه رهن کنیم و بشینیم توش. مجید داغون شده بود. ماها وضع روحیش خیلی خراب بود. از اون ور پدر شوهر مادر شوهرم میگفتن که اصلا این تهران رفتن برای شما اومد نداشت. بلند شیم برگردیم بیاین شهر خودم. ولی من دیگه نمیخواستم برگردم اونجا و توی اون فامیل بمونم. به من خیلی بدی کرده بودن، خیلی اذیتم کرده بودن، خیلی پشت سرم حرف زده بودن. من تو تهران با این وضعیت راضی بودم که بمونم. برای همین مجید هر کاری که کرد قبول نکردم. ولی خب با وضعی که پیش اومده بود آواره خونه مردم شده بودم. سر سال که میشد باید کل اساس رو جمع میکردم، از این خونه میکشیدم به یه خونه دیگه. وضع مجیدم دیگه مثل سابق نبود. درآمد خیلی زیادی نداشت. فقط میرسید به اون کرایه‌ای که آخر ماه باید به صاحبخونه بدیم با یه خرج بخور و نمیر. دیگه از اون ریخت و پاشایی که داشتیم، سفرهایی که میرفتیم، خریدایی که میکردیم خبری نبود. این موردش منو خیلی اذیت میکرد، ولی همیشه با خودم فکر میکردم که بالاخره این مجید دوباره کار میکنه، خودش رو جمع میکنه و به یه جایی میرسه. این پسر خیلی زرنگ بود. حالا اون اول که من برگشتم گفتم از دست این پدر شوهر مادر شوهرم ذله شدم، برای همین بود. ما دستمون خیلی تنگ بود، ولی اینا راه به راه تهران بودن و می اومدن خونه ما میموندن. غیر از این که خودشون می اومدن، بچه های دیگه شون هم می اومدن، دوماداشون هم می اومدن، نوه هاشون هم می اومدن. من شده بودم یه مستخدم 24 ساعته برای این فامیل. نمیدونم، من یه غریبه بودم که شده بودم عروس این خانواده. احترام گذاشتنم به نظرم حدی داشت. چرا باید 24 ساعته وای میسادم و بهشون خدمت میکردم؟ این مورد تو کت من نمیرفت. یکی نبود به این پدر شوهر من بگه آخه مرد، مگه تو وضعت خوب نیست؟ میای؟ چرا هر سری میای خونه من؟ پاشو برو هتل. هتل نمیری؟
یه خونه دیگه بخر. وقتی که اومدی برو تو خونه خودت، نذار منت کسی بالای سرت باشه. حالا این هیچ. از اونور وقتی که می اومدن تهران و خیلی هم ددری بودن، مجید میشد یه راننده آژانس 24 ساعته تو خدمت مام باباش. پدر شوهرم این چند سال آخری دستاش خیلی میلرزید، نمیتونست بشینه پشت فرمون. برای همین هر جا که میخواستن برن مجید باید صاف وای میساد جلوشون و میگفت چشم. ولی به اینجا ختم نمیشه که از اون جایی که اینا پیرمرد پیرزنن، کمرشون درد میکنه، پاشون درد میکنه، اگه بیان روی زمین بخوابن، یعنی دوشک بندازن براشون رو زمین بخوابن، بدنشون خوش میشه، کمر دردشون بیشتر میشه، باید بخوابن روی تخت. خونه من 2 خواب بود. یه اتاقش برای من و مجید بود، یه اتاقش هم برای 2 بچه هام بود. دیگه جایی نداشتم که براشون تخت بذارم، رو مبلا هم نمیخوابیدن. اینجوری شد که هر وقت که می اومدن تهران خونه من، میرفتن تو اتاق خواب ما، رو تخت ما میخوابیدن. من و مجید میموندیم این وسط. حالا من برای خودمون باید دوشک مینداختم و میخوابیدیم، ولی از اونجایی که مجید روش نمیشد که جلوی مامان باباش بخواد بخوابه پیش من، باید 2 دوشک تک نفره جدا مینداختم. یعنی یکی این سر سالن، یکی اون سر سالن، که اگه یه دفعه نصف شبی باباش بلند شد که بخواد بره سرویس، ما رو پیش هم نبینه و مجید خجالت نکشه. این شده بود بساط هر چند ماهی که این پدر شوهر مادر شوهر می اومدن خونه ما. من نمیدونم، اون 2 خودشون تا 60 سال داشتن، کنار هم میخوابیدن، ایرادی نداشت. بعد من و مجید که 40 سال اونم نشده و پیش هم میخوابیدیم زشت بود. اینا بودش که منو ذلم کرده بود و تو کت من نمیرفت. من 8 خواهر شوهر دارم، یعنی خدا نصیب گرگ بیابون نکنه اینا رو. هر سری که پدر شوهر مادر شوهرم می اومدن تهران، اینا 2 تایی پیداشون میشد نوبتی. بالاخره بودن، هر سری چند تاشون بودن. یه سری شد که 2 تاشون با مامان باباشون بلند شدن اومدن خونه ما. یعنی دیگه شما حسابشو بکنید که تو زندگی من چه آشوبی میشد. هر سری 10-12 نفر تو این خونه بودن. دیگه نگاه نمی‌کردن که بچه من مدرسه داره نداره، امتحان داره نداره. اصلا تو فامیل اینا این چیزا براشون مهم نبود. یه بار شد که اومده بودن، از اونجایی که پدر شوهر من خیلی ددری بود، یه دفعه برگشت گفتش که خسته شدیم اینقدر موندیم تو خونه، جمع کنید فردا صبح همگی میریم شمال. منو میگی شاخام در اومد، میریم شمال؟ بچه من امتحان داره، اونم فردا صبح ساعت 9 صبح. این بچه امتحان ریاضی داره، چجوری میریم شمال؟ مجید که دید اینجوریه برگشت گفتش که آقا، اینا به باباشون میگفتن آقا، چون از باباشون خیلی میترسیدن. برگشت گفتش که آقا نمیشه که بچه امتحان داره، نه اون میتونه بیاد نه یلدا. باورتون نمیشه پدر شوهرم چی گفت. برگشت گفتش که خب باشه، یلدا نمیتونه بیاد که نیاد، بمونه بالا سر بچه هاش، امتحاناشون رو بدن تموم شه، ما میریم و برمیگردیم. آقا من و بچه‌مو گذاشتن تو خونه، همه‌شون جمع کردن رفتن شمال. 10 روز بعد پیداشون شد. حالا 2 هفته بعدش تولد من بود. دختر کوچیکم گیر دادش که مامان حالا که همه اینجا فامیلا دورمونن و جمع شدن تولد بگیریم. من اول مخالفت کردم، ولی وقتی که دیدم بچم اینقدر داره اصرار میکنه و مجیدم گفت باشه، رفتیم یه کیک کوچیک خریدیم و یه تولد خانوادگی دور هم گرفتیم. اصلش که شد پدر شوهرم گفت حاضر شید میخوایم بریم بیرون. کجا؟ مرکز خرید. پامونه که گذاشتیم تو مرکز خرید، ما رو برداشت برد راسته طلا فروشا. برگشت به من گفتش که امروز تولد تو بوده، برو هر چی که دوست داری پسند کن من برات بخرم. منو میگی همینجوری موندم.
یه نگاه کردم دیدم که دختراش هم تعجب کردن دارن به هم نگاه میکنن. اولش هیچی نگفتم، گفتم نه بابا جون نمیخواد. گفت نه نداریم که، امروز تولدته، من و مامانتم دوست داریم برات کادو بخریم، برو هر چی که دلت میخواد پسند کن. منم که دیدم اینجوریه، ولی برای این که بفهمم چه چیزی میخواد برام بخره گفتم که هر چی که خودتون میدونید پسند کنید. دیدم رفت سمت انگشتر. ولی خواهر شوهرای من که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد شروع کردن به پسند کردن. دست میذاشتن روی این انگشتره کوچیک نازک، هی میگفتن اینا قشنگه. منم دیدم که اینجوری نمیشه، گفتم که روی اینا رو باید کم کنم. چی کار کردم؟ توی همون طلا فروشی که بودیم دست گذاشتم روی بزرگترین و سنگینترین انگشتری که داشت. پدر شوهرم یه نگاه کرد، هیچی نگفت. مجید دلا شد، قایمکی در گوش من گفتش که یلا مطمئنی اینو میخوای؟ این قشنگه؟ منم گفتم آره خیلی قشنگه، من از این خیلی خوشم میاد. پدر شوهرم چون خودش گفته بود هر چی میخوای بخر، دیگه مجبور شد دست کرد انگشتر رو برداشت داد دست طلا فروشه، گفت اینو بذار توی جعبه کادویی میبریمش. قیمت این انگشتر که برای پدر شوهر من هیچی نمیشد. بهتون گفته بودم که 2 نمایشگاه بزرگ ماشین تو مشهد داشت، ولی به دختراش خیلی زور اومد که منم تنها قصدم همین بود و موفق شدم. وای وقتی اون انگشتر رو دستم کردم خستگی اون 1.5 ماه مهمونداری از تنم در رفت. فرداشم همشون جمع کردن و برگشتن مشهد. حالا قضیه اون خونه کرج چی بود که براتون گفتم؟ برادر شوهر کوچیکم توی نمایشگاه کنار دست پدر شوهرم وای میستاد. این آخریا، یعنی این چند سال آخرم، از اونجایی که پدر شوهرم خیلی مریض بود و دیگه نمیتونست بره تو نمایشگاه، همه کارا و حساب کتابا زیر دست این پسر بود. ولی این پسر همیشه بیشتر از اون چیزی که حقش بود حساب کتاب میکرد و از تو صندوق ور میداشت، چون مسافرت رفتناش، خرج کردناش، بریز به پاشاش، مهمونی گرفتناش، اون همه طلاهایی که برای زنش میخرید هیچ کدوم به حقوقی که باباش باید بهش بده نمیخورد. اینو همه میدونستن، ولی از اونجایی که باباشون زنده بود و بالا سر کارش بود میگفتن که یوسف اگر کاری هم بکنه بابا بهش تذکر میده، لابد مشکلی ندیده که هیچی بهش نگفته. این خونه ای هم که تو کرج خریده از کنار همون پولا خریده بود، یعنی اگر میخواستین بشینین حساب کتاب بکنین اون خونه کرج خونه ای بود که با پولای پدر شوهرم خریده شده بود و میرسید به پدر شوهرم. یوسف اون خونه رو به چه بهانه‌ای خرید؟ برگشت گفتش که ما موقع‌هایی که کار داریم بلند میشیم میایم تهران که همش نمیتونیم میایم خونه شما بمونیم، باید از خودمون یه جا داشته باشیم. یعنی اون خونه رو خرید، درشو بست، گذاشت برای موقع‌هایی که مثلا تو سال 2-3 بار میومدن تهران و یه هفته میموندن جا داشته باشن. یعنی اون خونه بیشتر موقع‌ها خالی بود. ورداشته بودن یه دونه فرش 6 متری زنش انداخته و وسط سالن. چند دست رخت خواب کهنه و پاره از خونه مامانش آورده بود گذاشته بود تو اتاق خواب که اومدن دوشکم داشته باشن. یعنی سگو میزدی به اون رخت خوابا نگاه نمی‌کرد، ولی این دختره داشت از اونا استفاده میکرد. چرا؟ الان بهتون میگم. به نظر من پانیز همه اینا رو از قصد انجام میداد، وگرنه یه دست مبل خریدن، یه فرش خریدن، یه پرده خوشگل خریدن، یه تخت خواب خریدن و چند دست رخت خواب نو گذاشتن تو کمد دیواری که پولش برای یوسف هیچی نبود. این کارو کرده بود که کسی اون طرفا پیداش نشه. برای همین هر کی می اومد تهران اصلا اونجا رو نگاه نمی‌کرد، مستقیم می اومد خونه من بیچاره. یوسف یه چند باری به پانیز گفته بود که بیا اینجا رو یه سری وسایل نو بخریم، بچینیم خونه رو مرتب، وقتی که میایم کیف کنیم.
پانیس گفته بود نه نمیخواد. اولا که مگه ما تو سال چند بار میایم تهران؟ بعدم که میایم مگه چقدر میمونیم؟ 1 هفته میمونیم فوقش. روزا که همش بیرونیم، شبا هم که میخوایم بخوابیم. حیف پول نیست بیاریم الکی بریزیم تو این خونه حرومش کنیم. ولی دیگه با خودش فکر نمیکرد که آخه بدبخت تو نمیخوای زندگی کنی، نمیخوای کیف اون پولی که داری رو ببری، فقط و فقط برای اینکه کسی نره اونوری حاضر شده بود که تو این وضعیت فلاکتبار بمونه که موفقم شد. من نمیدونم این فامیلای شوهر من چرا راه به راه می اومدن تهران. انگار که اینا تو تهران تخم کرده باشن. بابا بشینید سر خون زندگی خودتون یه امتحانی بکنید. شاید خوشتون اومد. چی میخواین؟ چی از جون من و زندگی من میخواین؟ نه خیر، من راه خلاصی از دست اینا نداشتم. اون موقعی که خونه خریدیم بدتر شد. اینا دیگه بیشتر می اومدن میموندن. برای دکتر بلند شدن زن شوهر می اومدن. مادر شوهرم 1 هفته میمون برمیگشت. میگفت اونجا بچه هام تنها موندن. پدر شوهرم 2 هفته میموند. درمانش که تموم میشد برمیگشت مشهد. دوباره بعد 1-2 هفته برمیگشت تهران، چون هی با هم میرفت دکتر رو میومد. حالا تو این رفت و آمداش بچه هاش هم هی میرفتن و میومدن. یعنی همیشه خدا این خونه من پر بود. این پر بودن خونه خیلی داشت اذیتم میکرد. اینجوری شد که یه روز دیگه صدام در اومد و دعوا شد. سر چی؟ الان قشنگ براتون تعریف میکنم. صبح بلند شدم، شروع کردم خونه رو جارو کشیدن. رفتم رسیدم تو آشپزخونه. دیدم یه تیکه از موکت آشپزخونه قلمبه شده و اومده بالا. چشمتون روز بعد نبینه. زیر موکت یه مش آشغال با یه مش چای خشک بود. حالا این چای خشک از کجا اومده بود؟ شب قبلی که خواهر شوهرم اومده بود چای دم کنه، این قوطی چای خشک از دستش افتاد و ریخت وسط آشپزخونه. بلند شدم که برم جارو برقی بیارم جمع کنم، گفت نمیخواد، من خودم جمع میکنم. اینجوری شد که دیگه منم سمت آشپزخونه پیدام نشد و اونم جمع کرد. گفت همه رو با دست جمع کردم. حالا من اومدم تو آشپزخونه، فرداش دارم جارو میکنم، میبینم که همه اون چایی‌ها رو جمع کرده زده زیر موکت آشپزخونه. اینو که دیدم صدام در اومد. برگشتم گفتم خونه منو به گند کشیدید. حوصله‌ام نداشتم، اعصابم هم خراب بود، چون شب قبلش بچه همین خواهر شوهرم یه حرف اضافه‌ام زده بود. چیکار کرده بود؟ رفته و به مادر شوهرم گفته بودش که زندایی غذا خیلی حرام میکنه. همین الان یه قابلمه برنج ریخت تو آشغالی. مادر شوهرم که اینو شنید عصبانی شد. برگشت گفت یلدا غذاها رو برای چی ریختی تو آشغالی؟ خب چی کار میکردم؟ ما توی خونه 13-14 نفر بودیم. هر بعدم یه مدل غذا درست میکردم. اگر میموند بیشتر از یه بارم که نمیتونستم گرم کنم. توی یخچال شده بود قابلمه برنجای مختلف، غذاهای مختلف. دیگه نمیدونستم چی کارشون کنم. برداشتم همه رو ریختم تو آشغالی. حالا این بچه دیده بود، رفته و گذاشته بود کف دست مادر شوهرم. آخه بچه تو سر پیازی، ته پیازی، چی کاره ای؟ چرا اصلا باید بچه های شما اینقدر بی تربیت باشن که تو کار بزرگتراشون دخالت کنن؟ اون از بچهش، اینم از خودش. اومده تمام آشغالا رو جمع کرده ریخته زیر موکت. جارو نکرده. میگه که آخر شب صدا میره پایین، همسایه‌هاتون اذیت میشن. خب جارو نکردی حداقل جمع کن بری تو آشغالی که نکردی. اینجوری بود که صدای من در اومد. برگشتم گفتم که خونه منو به گند کشیدین. دیگه خسته شدم از دستتون. باورتون نمیشه که خواهر شوهر من چی گفت. برگشت گفت خونه تو؟ اینجا که خونه تو نیست. اینجا خونه آقاست. اگر این پیرمرد برای شما خونه نخریده بود، همین الان تو خونه های مردم آواره بودین، یا شایدم گوشه خیابون بودین. اینو که گفت آتیش گرفتم. راستم میگفت. این خونه رو پدر شوهرم برای ما خریده بود. اونم
چند سال پیش وقتی دیده بودش که مجید داره دنبال یه وامی میگرده که بتونه اون پول پیشی که دادیم و بذاره روش و یه خونه بخره، بعدم دیده بودش که پولمون به هیچی نمیرسه، وامی هم که میدن وامی نیست، گفته بودش که تو نگران خونه نباش، من خودم براتون یه خونه میخرم. پولمون به چقدر خونه میرسید؟ 1.5 دونگ. باباش یه خونه خرید برامون توی محله خوب تهران. 3 دنگ خونه رو زد به اسم مجید. مجید قبول نمیکرد. گفتش که نه. ما چند ساله میریم میایم تهران. خونه شما میمونیم. زنت خیلی برای ما زحمت میکشه. این 3 دنگ خونه حقتونه. من این خونه رو میخرم، شما بشینید توش. یه خونه نوساز 4 خواب خرید که وقتی میان تهران خودشون یه اتاق جدا داشته باشن که برن بمونن. دیگه نیان تو اتاق ما رو تخت ما بخوابن. بله، خواهر شوهر من درست میگفت. خونه همینجوری داشت گرون میشد، پول ما هم همونجوری مونده بود به عنوان پول پیش، یعنی ارزش افزوده‌ای نداشت. ولی وقتی که پدر شوهرم اومد پول گذاشت و یکی کرد و خونه خرید، بعدش خونه خیلی کشید بالا. ما اینجا هم صاحب خونه شدیم، هم پولمون چند برابر شد. از اون طرف خواهر شوهرم دوباره وایساده بود، راست تو چشای من داشت نگاه میکرد و میگفت آخه به خاطر یه مشت چای خوش ناراحتی؟ اصلا مگه خودت پول دادی خریدی؟ اینا رو هم که بابا هر سری برمیداره میخره میاره. یعنی تو این چند سال هر چی که اومده اینجا مونده، ما خوردیم و ریختیم و که بابا پولشو داده. تو چرا طلبکاری؟ اینم راست میگفت. ولی من دیگه خسته شده بودم. از دست این خانواده یه نفس راحت نمیتونستم بکشم، مخصوصا این خواهر شوهرم که خیلی پرتوقع و پر رو بود. هر چی که به دهنش میومد میگفت. برگشتم گفتم من نمیدونم. خونه باباته، خونه داداشته، خونه هر خری که هست، جمع کنین برین سر خونه زندگی خودتون. بعد از 15 سال برای اولین بار صدامو روشون بردم بالا. همه‌شون تعجب کرده بودن. بهشون برخورد، بدم برخورد. خوب شد که برخورد. جمع کردن رفتن سر خونه زندگیشون. من تونستم یه چند ماه یه نفس راحت از دست اینا بکشم. ناراحت شدن به درک. خب منم ناراحت شدم. چرا همه چیزا باید یه طرفه باشه؟ برای اینه میگم که پانیز خوب کارشون کرد. از همون اول تیر خلاص رو به همشون زد که وای نسه اونجا و عین یه نوکر 24 ساعته به اینا برسه. بعد از این دعوا تا یه چند ماه از هیچ کدومشون هیچ خبری نبود. تا اینکه دیدیم دارن میان تهران، ولی این سری به جای اینکه بخوان میان خونه من، زنگ زده بودن دیده بودن که پسرشون کرجه، گفته بودن که پانیز ما داریم میام خونتون. حالا پانیزم همون اول برگشته بود گفته بود کولرمون خرابه، هوا گرمه میایید اذیت میشید، یخچال خالیه، هیچی تو خونه نیست. مجیدم که دیده بود اینجوریه رفته بود از همون فرودگاه مامان باباشو برداشته بود و دوباره آورده بودشون سر من. بعدش هم یه دعوای حسابی با پانیز و یوسف کرده بود و انداخته بودشون بیرون. گفتم مگه نمیخواید برید مشهد؟ پاشید برید. البته اینم بهتون بگم همون چند ماه پیش که من با خانواده مجید دعوام شد و تو روی خواهر شوهرم وایسادم، مجید فرداش که اینا رفتن یه دعوا با من کرد. یه 2-3 هفته‌ای هم با هم سرسنگین بود. ولی خب هر چی که بود گذشته بود و تموم شده بود. ولی دوباره الان بعد از 3 ماه بعد از اون همه دعوا و حرف و حدیث برگشتیم سر خونه اول. مادر شوهر پدر شوهرم دوباره نشستم بالای خونه من. من آدم قد نشناسی نیستم. آدم بی تربیتی هم نیستم. ولی به نظر من هر چیزی یه حد و حدودی داره، یه مرزی داره تا یه جایی آدم تحمل میکنه. من موندم که با این طایفه شوهر چجوری رفتار کنم، چجوری از پسشون بر بیام. اینا درسته پدر شوهر من تمام این سالایی که اومده خرج خودش و زنشو داده، خرج مارم داده. یه خونه خریده، ما از مستاجری نجات پیدا کردیم. کلی کمک خرج پسرش بوده. همش قبول. ولی خب
اینا همشون رو همشون طایفه‌ای پدر منو در آوردن. خب اینم از داستان یلدا. به نظر شما یلدا چقدر میتونه توی این قضیه مقصر باشه؟ چقدر حق داره؟ یا اگه اینکه شما جای یلدا بودید چی کار میکردید؟ یه نکته دیگه هم هست، اگر شما جای پدر شوهر مادر شوهر یلدا بودید، این همه سال خرجشون رو میدادید، براشون خونه میخریدید و یلدا با شما اینجوری رفتار میکرد، چه واکنشی نشون میدادید؟ مرسی که همراه هم بودین. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. توی کامنت حتما بنویسید. مراقب خودتون باشید.